بیکن 2048 میشیم، استارت رو میزنیم، بعد پلی رو میزنیم و وارد برنامه میشیم. این پایین قسمت ساپورت داره، شما هر سوالی که داشته باشید میتونید از پشتیبانی این ربات بپرسید. یه قسمت ارن داره که مثل همستره، وقتی میگفت مثلا بری یه ویدیو توی یوتیوب ببینی من به 100,000 سکه میدم، اینم اینطوریه، میگه اگه مثلا بری این ربات هم استارت کنی من مثلا به 50,000 تا کوین میدم. گفتش که اگه توی توییتر من عضو بشی مثلا انقدر بهت پول میدم. نات کوین هم میده 50,000 تا. بعد برمیگردیم عقب، یه اینجا بوستر داریم که من الان اینا رو وسط بازی بهتون یاد میدم. دوباره برمیگردیم، یه دونه قسمت فرندز داریم، هر چقدر برای دوستانتون اینو ارسال کنین بازم بیشتر بهتون کوین میده و زودتر میرسیدیم به اون مرحله‌ای که ببینین تا یه مقدار اگه جمع کنین کوین ها رو میتونیم برداشت کنین. ربات نیاز به لیست شدن نداره. خب برمیگردیم عقب‌تر، اینجا یه فضایی داریم، این بالاتر آدرس توییتر، آدرس تلگرامه و آدرس ولت منه که بعدا قبلش نصب کردم و بعدا که میخوام برداشت کنم باید اینو انتقال بدم به همین کیف پول ولت، به همین آدرس. وقتی که شما استارت رو میزنین، حالا من وصلش کردم، وقتی که شما استارت رو میزنین تلگرام یه کیف پول داره، وقتی کیف پول رو میزنین اینجاست، این آدرس منه. من میتونم با واریز کردن این آدرس رو بردارم توی برنامه وارد کنم تا کوینایی که جمع کرده بودم اینجا واریز بشه، بعد تبدیلش کنم حالا به دلار، یورو یا هر حساب ارزی که میخواین. حالا من میبندم، برمیگردم دوباره برنامه. خب اینجا میگه که هر چقدر برای دوستانت بفرستی من بیشتر بهت کوین میدم، پس این قضیه رفیق و فرندز رو خیلی جدی‌تر بگیرید. اینجا یه تری آفر داریم، یعنی اینکه تو در طول روز فقط 4 بار میتونی از این استفاده کنی و به تایم میده. میگه مثلا 5 ساعت دیگه دوباره این باز میشه، 10 ساعت دیگه دوباره تو میتونی 4 بار فرصت داری که بازی کنی. حالا من دکمه زرد رنگ رو میزنم، وارد بازی میشم. بازی یه بازی پازلیه، اصلا 2 رو با 2 ترکیب میکنم میشه 4، 4 رو با 4 میشه 8. این دوتا رو با هم دیگه ترکیب میکنم. باید خیلی مواظب باشین، خیلی تمرکز بذارین، چون که فقط 4 بار فرصت دارین بازی کنین و کوین جمع کنین. اون بوستری که بهتون گفته بودم وسط بازی بهتون میگم، ببینید دلت رو بزنین، میتونین هر عددی که تا مثلا 6 بار، مثلا من میتونم عددا رو از اینجا حذف کنم. این برای آخرین مرحله است که دیگه خونه های این پازل پر شده و میخواین بازم بازی کنین، میتونین یه چند تا کارت رو حذف کنین و زودتر ترکیب کنین تا نبازین. بعدش یه دونه اینجا بک داریم، برمیگرده به عقب، همینایی که من حذف کردم برگردون عقب. یه دونه هم اینو داریم که توی فرصت آخر میتونه بهتون اجازه میده که ترکیب کنین دوتا رو. بعد حالا من برمیگردم عقب، اینجا تعداد یووین همون تعداد کویناییه که من جمع کردم و میایم اینجا یه دیلی تست داریم میزنیم روش. میگه که تو تا مدت 7 روز اگه هر روز توی این برنامه بازی کنی، من روز اول هر کوینی که توی بازی جمع میکنه رو ضرب بر 2 میکنم، 2 برابرش میکنم. روز دوم 3 برابرش میکنم و روز چهارم 5 برابرش میکنم. پس تا کجا باید برسیم تا بتونیم برداشت کنین؟ اینجا بی کوین هالوینگ رو میزنین، یه چنین فضایی داره. این خط رو کلا باید پر کنین، یعنی کوین جمع کنین تا بتونین بفرستین به حساب کیف پولتون. اینجا برای اوناییه که دعوت کردن و بونس گرفتن، همینطوری. و هر چیزی که فرندز های شما استخراج میکنن 25% دوباره برای شما برمیگرده، یعنی اونا هر چقدر بازی کنن 25% هم باز دوباره شما میبرین، کوین به کوین های شما اضافه میشه. خب برنامه یه چنین فضایی داره. این وصل کردنش به کیف پولم همین الان دوباره بهتون آموزش میدم و توی کانال یوتیوب حتما قرارش میدم. برای خبر داشتن از ایردراپ های معتبر و لیست شده فقط کافیه که کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنین، توی کانال تلگراممون عضو بشین، چون اونجا هر روز ایردراپ های معتبر جدید میذاریم.